طرفدار روحانی نه. چرا خودش میگه من حزبی نیستم. شما چرا دولت باشم؟ ببین هر چی بکنید آهن ارزشش زیادتر. مشکل داره. چرا شورای نگهبان تأسیس کرده؟ بحث شورای نگهبان نیست. صحبت سر رقابته. خب رقابته. اونم داره حرفش خب مردم خودشون انتخاب میکنن دیگه. اونو طرفداراش دارن حرفشو میزنن. مردم مگه خودش انتخاب نمیکنه؟ رأی مردم نیست مگه؟ همین گوش کن من چی دارم میگم. آقای پزشکیان و طرفداراش براش تبلیغ میکنن، حرفاشونو میزنن. آقای جلیلی و طرفداراش دارن حرفاشونو آقا من خودم گوش کن. آقا گوش کن. اختیار به خودتونه. گوش کنه. من شخصه اصلا انتخابات نمیخوام شرکت کنم. خب ولی پزشکان اومد میرم رأی میدم. اصلا بحث اینا نیست. خب بحث سر رقابته. دو طرف باید حرفاشونو بزنن بفهمیم یا نه. حالا شما اختیار داری به پزشکیان ندی به جلیلی.